سلام دوستان عزیز، امید که هر جای هستید از رنج و مشکلات زندگی بدور باشید. اینجا دایکنده ولسوالی خدیر در رای خودی و منطقه دهن قل می باشد. اینجا زادگاه من است، جایی که به دنیا آمدم و کلان شدم. از اینجا خاطراتی تلخ و شیرین زیاد دارم. براستی هیچ جا زادگاه آدم نمی شود. من خودم به هر نقطه اینجا که می بینم احساس آرامش می کنم. تا آخر این ویدیوی زیبا با من جوهر احمدی باشید و لذت ببرید. دوستا لطفاً لایک و سابسکرایب یادتان نرود. تشکر. خنده تازه زندگی را، منقد خنده تازه زندگی را، از دل مبری نواره گیره، از دل مبری نواره گیره. چیم توی چشمه مازار، قشنگ و صاف و سوتره پر طرفدار، قشنگ و صاف و سوتره پر طرفدار. ولی پر از حیای سیل نمیتنم، ولی پر از حیای سیل نمیتنم. چی زیبایی پر از سادگی را، چی زیبایی پر از سادگی را. منقد خنده تازه زندگی را، منقد خنده تازه زندگی را، از دل مبری نواره گیره، از دل مبری نواره گیره. صد بار مشوم عاشق تو دیده، گاهی خوشم گاهی هم رنگ پریده، گاهی خوشم گاهی هم رنگ پریده. مردم موگه چه شده کو تبسم، مردم موگه چه شده کو تبسم. کی بفهمه دلیلی دیو نگیره، کی بفهمه دلیلی دیو نگیره. چیم توی چشمه مازار، قشنگ و صاف و سوتره پر طرفدار، قشنگ و صاف و سوتره پر طرفدار. ولی پر از حیای سیل نمیتنم، ولی پر از حیای سیل نمیتنم. چی زیبایی پر از سادگی را، چی زیبایی پر از سادگی را. منقد خنده تازه زندگی را، منقد خنده تازه زندگی را، از دل مبری نواره گیره، از دل مبری